بلک فرایدی پارسال بود، طرف اومد بهم گفت بابا همش تو 3 ماه که باقی مونده تا آخر سال بیزینس من الان ماهیانه 600 تومان درآمدشه. من نمیتونم کاری بکنم که تارگت 3 میلیاردی رو بزنم. چیکار بکنم؟ سلام علیکم رفیق جان. 3 ماه پایانی سال پر از فرصت توی ایران برای فروش و بازاریابی بیشتر. مردم میل به خرید دارن، بیزینس ها رزق و روزی دارن و این چرخه در گردش هست. از همین لحظه‌ای که الان این ویدیو رو میبینی بیا این هدفاتو 3 بخش تقسیم بکن. برای بازاریابیت وقت بذار، برای بازاریابی و تبلیغاتت، برای فروشت و برای توسعه منابع انسانیت. این 3 تا کاری بود که ما متمرکز شدیم و کمکش کردیم طرف از ماهی 600 تومن مجموعه‌شو به ماهی 5 میلیارد فروش تو 4 ماه آخر سال رسید. تو کامنت ها به هم بگو و بنویس که